سلام رفقا، حالتون چطوره؟ آقا امروز اومدیم با یک کالا فلیر دوئل بزنیم و منم واسهتون ویدیوشو گرفتم. حتما چنلمو ساب کنید، این ویدیو هم لایک کنید که حداقل 100 تا لایک رو بخوره یا 50 تا، هر چی که شما حمایت واقعا میکنید. و آره دیگه حمایت کنید، منم واسهتون ویدیو تولید میکنم و زیاد. همین شرطش اینه که شما ویدیوها رو لایک کنید، چنلمونم ساب کنید. چه جامپ شاتی آقا، عشق کنید. نوبم ولی جامپ شات رو اصلا میکنم شورت ویدیو تموم. اون شورت ویدیو هم حمایت کنید اگه گذاشتم، اگه تونستم. نشد جامپ شات بعدی ولی اوکی. و چون من نزدیک 2 ماه دارم بازی میکنم، 2-3 ماه ولی هنوز نتونستم 3-4 انگشتی بازی کنم. هنوز تو اون 2 انگشتم. خیلی بده. اینجا از قصد اومد که گان براش کاش اشکال نداره. با گانم نتونست بزنه، ولی دیگه ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست دارید وقتی یه شات میزنید همون شات عدد کنارش بزنه اینجوری نگاه کنید، یه عدد 100 اومد. اگه دوست دارید آموزشو بدم حتما داخل کامنت ها بنویسید که شورت ویدیوشو واسهتون آماده میکنم. بریم واسه یه جام شات خوشگل. به نظرم وقتشه که اگر یه جام شات نشد آقا ولی زدمش دیگه، اونقدر نوب نیستیم ما. اگه بشه 360 درجه میزنم، ولی اصلا امکان نداره. من اصلا نمیدونم 360 دید سریع اومدم رو زمین، اصلا نمیشه مگه اینکه جامپ بزنم بعد بیام، یعنی بپرم بعد بیام رو زمین، اونجوری شاید بشه. بچه‌ها حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمونم ساب کنید. دمتون گرم، ممنونم از حمایتاتون که ما رو دارید به 200 تایی نزدیک میکنید. کجا بود من ندیدمش؟ من اینقدر کورم ندیدمش. الان یه دونه فینیششو بگیرم بچه‌ها. اگه قول بدید لایک کنید فینیششو میگیرم تا آخر بازی. لایک کردید دمت گرم. بزن بریم سراغ فینیشش. کمپه بعد اول پیداش کنم. قدرت زد. نباید قدرت میزد. آقا بریم سراغ فینیشش. به نظرم اگر یکم تلاش کنم میتونم فینیشش رو بگیرم. اینجوری برم. نیده منو. این بکش رو نمیبینه احتمالا. از بک فینیش کنم. بابا بنازم. آقا فینیشش کردیم. ایول. اگه توش بمب بود به قول ماها من الان مرده بودم، ولی نمردم. یه جامپ شاتمون نشه یه دونه دیگه. میخواد فینیش منو بگیره، نمیتونه. من به تو جامپ شات میزنم. وای 95 تا بود ولی با نیدم مرد. ایوه بچه اون روبروه. من دید. میخوام 360 میخواد نایف کنه. نایف کرد. نوب نایف میکنه. بچه اونجاست، میتونم بهش یا
جامپ شات بزنم به قول معروف. اصلا نتونستم بزنمش. تاندرا برداشتی؟ معلومه میزنی. دیل برداشتم. بچه من اصلا نمیدونم کدوم تفنگ بهتره. من فقط پلی میدم. یکم هم تفنگای خوب دارم. این وسط میاد من نمیتونم بزنمش. فهمید. از وسط بیاد نمیتونم بهش جامپ شات بزنم. از راست و چپ بیاد راحت تر میشه بهش جامپ شات زد. وای بچه دیدید؟ اگر هم خواستید با من دوئل بزنید حتما داخل کامنت ها آیدیتون رو بنویسید. من بهتون یه جامپ شات دیگه به افتخار همین جامپ شات برای مستر گیمو، همه کسایی که مستر گیمو ساب کردن این جامپ شات رو زدم. تو هم قلبه چنل منو سابسکرایب کنی و اگر دوست داری با من دوئل بزنی حتما داخل کامنت ها آیدی تو بنویس. آیدی منم اول ویدیو بود. من با دوئل میزنم و ویدیوشو میگیرم میذارم توی کانال. ای وای بچه این جامپ شات به افتخار شماست. اگه دیدی بچه ها قدرت زد نایف کرد. من بهش میگم دیگه این کارا رو نکنه. اگه کرد یه جامپ شات قشنگ میزنم. بچه ها فکر کنید یکی مثلا من خود من دیدید از کجاش رد شد. ای بابا نمیشه به این گرزت. بیا بیرون دیگه. من وای میسم بیاد بیرون بعد جامپ شات رو بهش بزنم. نشسته بچه ها بایستید. نشد. تایم تموم شد و مساوی. اولین بار دیدم مساوی شد. اینم آیدی من هستش مستر MT UD 1392. اگه خواستید با من دوئل بزنید حتما اکانتتون داخل چیز بنویسید داخل کامنت ها. منم واسهتون درخواست میدم و بعد دیگه شما جوین کنید و هم دوئل میزنیم و من ویدیوشو میذارم تو کانال. دمتون گرم. مرسی که این دوئل تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. از این دوئل لایک و کامنت و فالو فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون.